خب دادر عزیز، من تمام سخنهای شما را گوش کردم اول تا به آخر. خیلی خوب. فقط یک احساسات مرا فرا گرفته است که دادر جان بیا همین مردم تاجیک به حال خودشمان، روزگار ما خوبه، همه ما شکرانه میکنیم، هم خیلی وطن آباد داریم. شما وقتی که برآمدی پرزیدنت موندین ما علاقه آشنا هستیم با سخنهای وی، به صبر و تحمل دعوت کرد، به یگانگی، به دوستی، اتحاد دعوت کرد، به صرفه و سرشته کاری هدایت کرد مردم. پس برای چی نوروزی میکنه میلیون سومانی مصرف میکنه اونجا در صرفه و سرشته کارانه رول بازی نمیکنه؟ نفهمیدم سوال. خب این صرفه و سرشته کارانی گپش قبول. نوروزی چند میلیون سومانی مصرف میشه؟ چی لازم در همین یک حالت وضعی که رحمانوف خودش میگه؟ خودش ذکر میگه که در یک خیلی حالت وضعی قرار داریم، صبر و تحمل بکنین، خب کم مصرف بکنین. به خاطری که میره در همونجا رقص میکنه برای همون میلیون سومانی صرف میکنه، آیا همین لازم است؟ برای شما خرسندی مردم تاجیک در این حالت خرسندی مصیبت است، ماتم است، خونه مردم نان نداره، خونه مردم گوشت نداره. بعضی‌ها در یک ماه تا یک برده گوشت نمیخورن، محمول برای ملت خرسندی میاره. هیچ منطق در کجا است؟ تحمل کنید، ما هم گوش کردیم. گوش میکنید، بفرمایید. تحمل بفرما. برای این همینجا یک مصرع شعر میگم، شما در یک بیت میگم، شما میره یک بار تحلیل کنید که گفته منم داراترین آدم، وطن دارم. خب صدایم بشنود عالم، وطن دارم. برای ما دو مثال دیگه در اینجا میگم، یاد دقیقه دو مثال دیگه در جواب همین شعرت میگم، با یک خود تحلیل بکن. به وطن نیست غریبه که کن از یادی وطن، در وطن بوده به یادی وطن به وطن است. مصرعی که من خوندم اول شما تحلیل کنید، من شعر شما رو به تحلیل بیا بار دیگه بگو، من فراموش کردم. شعرش منم داراترین آدم، وطن دارم. خب صدایم بشنود عالم، وطن دارم. خب دیگه این نیاز به تحلیل نداره، یعنی که تمامی دارایی هایی که شما گفتستین همین وطن داشتن بسنده است. برای فکر میکنم وطنداری اپای عزیز وطنداری یک دقیقه من خواهش میکنم، یک دقیقه من شما رو میگذارم باقی تا آخر گپ زنید. وطنداری این غارت کردن وطن نیست، فروختن پارچه زمین وطن نیست، مردم رو 2 میلیون مهاجر کردن نیست، مردم رو فریب کردن نیست، قوای برخی مردم رو کشتن نیست، تجاوز در حق مادر و زن این ملت کردن نیست. وطنداری از خود گذشتن است. میفهمید؟ برای وطن حفاظت کردن باید آماده از خود گذشتن باشی. نباید بفروشی وطن، نباید وطن میلیاردها دلار قرضدار بکنی، نباید وطن ببری در یک بحران اقتصادی که امروز برای داد بگی در روسیه جنگ است، ما دارو نداریم. صبر کنین، طاقت کنین، لوبیا بخورین، کادو بخورین. آیا رحمانوف در حیات جاکرا بر کی کادو و لوبیا خورده است؟ یک دقیقه. بله. بیاین اینجا یک سوال شما ده. بله. اینم یک سوال. اینم مثلا شما وطندار میگین، شما خب بیا که وطن حمایت کرده استین، وطن دوست داشته استین، خلقی ویره. انا مثلا شما میشیدین برای وطن چی کار میکردین در همین شب و روز، در همین شرایط؟ من میشیدم برای وطن چی کار میکردم؟ اگر من اینه تاغازی را چی کار کردین برای وطن؟ من هیچ یک مسئولیت که امروز برای وطن نداشتم، هیچ یک مسئولیتی که من اگر کار بکنم، من همش یک انسان قرض شهروندی خودم انجام داده ایستادم. زمان میبینیم که ما در یک مصیبت خیلی بزرگ قرار داریم، پارچه های زمین ما داره از دست میره، داره وطن آوردن در یک عائله تقسیمش کردن. اگر این کار بکنه که وطن در یک عائله نیست، من براتون مثال بیارم. آیا وطن ما برای یک عائله نیست؟ ها؟ همین میتونی شهر داده؟ ها؟ شما همین میتونی شهر وطن ما در یک عائله نیست، میتونی شهر داده؟ میتونم شهر داده. بیا رهبر کشور کی است؟ مثلا خود شما رهبر کشور کی است؟ رهبر کشور ما جهان میشناسه. خب نام بگو کی است؟ امام رحمانوف درست؟ یک دقیقه همیشه شما امام رحمانوف نگذارین. رهبر کشور ما کی است؟ نام داره؟ نامش بگو. امام علی رحمان. رئیس پارلمان کی است؟
شکر جان ظهور. ای خدای. پس تکک میگم گوش کن. رستم امامعلی کی است؟ رئیس پارلمان. ها؟ رستم امامعلی رئیس دستگاه پرزیدنت کی است؟ از تک میگم گوش کن. آزاده رحمان کی است؟ آزاده. خب معاون بانک ملی کی است؟ از تک میگم گوش کن. دامادی رحمانوف جمال الدین. خب رئیس خدمات علاقه کی است؟ رئیس خدمات علاقه کی است؟ مقصد ما اینجا با شما هم صحبت شدن این نیست که ما درباره رئیس خدمات علاقه کی است؟ خدای رحمانوف. سفیر تاجیکستان در ترکیه کی است؟ دامادی رحمانوف. سفیر تاجیکستان در انگلند کی است؟ در انگلیس کی است؟ دامادی رحمانوف. تمام شرکت های بزرگ صنعتی دست کی است؟ دامادی رحمانوف. رای آهن دست کی است؟ دست فلانی رحمانوف. این دست اوش. کشور آوردین به یک کشور اولیوی تبدیل دادین. گوش کننده با فکر شما همه آدم کیده باور کرده همین وظیفه مسئولیت نو که بمونه. شما در همین ملت مگر در همین ملت در خود باور نمیکنی؟ در خود باور نداری؟ نمیتونی رئیس دستگاه باشی؟ ها؟ از یک دقیقه من اینجا مقصدم که همراه شما هم صحبت شدم درباره اعضای حکومت استعفا دادن نیست. و تماما مقصد شما برای من میگه که شما چه خدمت کردین؟ من در اینجا معرفی کردم که من خدمت چی کردم. من خدمت کردم برای ملت معرفی کردم که یک وطن آوردن به یک عائله تبدیل دادن. یعنی این خدمت نه زحمت است که ما برای ملت میرسونیم که مردم ما نباید اینقدر منقورد باشیم که وطن ما را یک عائله کنترل بکنه، بهترین غذا را بخوره، بهترین ماشین در بهترین هتل در زندگی خوب بکنه. ملت گفتی رحمانوف لوبیا، جواری مکه، کدو، موشونگ، غولینگ این چیزا را بخوره. من شما را مقصد من فهمانم که ای مقصد همراه شما صحبت کردن این صحبت درباره اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان نیست. من در یگان وظیفه گیرم نیستم، وظیفم در کار نیست. لیکن بیا مقصد ها بگو. من اساساً وظیفه من تربیت نسل نو است. معلم هستیم، معلمه. میخوام که همین نسل نو است که در آینده وایسیدستیان و کمال رسیدستیان در آزاد ای خیلی فشارهای بیرونه باشند، فقط وطنشون دوست بدارم. فقط وطن دوستی چیست؟ شما هم چه یک معلمه برای وطن دوستی شرح داده میتونین چیست؟ البته باید که همین خاک مقدسی وطنی که در اونجا تولد شده به کمال رسیده، هوای تازه‌اش نفس گرفته، آب و خاکش همه را دفاع کنید درست؟ در اونجا انا را دفاع کردن دوست داشتن و نداشتن که همین وطن متاسفانه انا همون خاکی که ما و شما دفاع باید بکنیم. رحمانوف او یک قشه فروخته است. دیوم شما معلم هستین، معلمه هستین درست؟ درست؟ بودین. معلمی کدام فن هستین؟ معلمه کدام فن بودین؟ زبان و ادبیات. ایدی زبان کی بود؟ ایدی زبان؟ پنجمی اکتبر. قبلا کدام سال ما هم این زبان قبول کردیم؟ 5 اکتبر 2009 قانون زبان قبول شده. خدا این وطن دوستی نیست پای عزیز. آنها ایرا میگن که خیانت به همون وطن. قانون زبان کی قبول شده است؟ قانون زبان اصلیش زودوی رحمان نگو. قانون زبان کی و آوردن ایواز کردن روزش به روز 5 اکتبر ماده. روز اصلیش کی بود؟ سالش کی بود؟ 22 ایول. کدام سال؟ 89 سال 1900. اکجا خوندی؟ کی گفت؟ در کدام کتاب نوشته بود؟ ای در امو ویای پیشتره. این شما میگن تربیت کننده نسل امروزه. روز ایدی زبانی که معلم زبان هستی از دهن کسی دیگه برای مردم میگوی. تو فرزند این ملت چی تربیت میتی؟ چی تربیت میتین شما؟ این ملت از شما برای نه از شما برای معلم و معلمه و آموزگار و نمیدونم فیلسوف و اکادمیک چی میگیره؟ این ملت ها آوردین یک غلام کردین.
هر یک طلبه مکتب بگو زادروز رحمانوف میدونه، سالی تولد رحمانوف آزاده و رستم و عزیزه و سنگینه و گلمراد و گلچهره را میدونه، ولی معلمه شده درس زبان میتیه، این زبان از روی کدام کنیسبک و یک همکار دیگهش برای ما توش قصه میکنه. آمدی دعوای وطن دوستی دارین. تشکر زیاد. برین که همین زبان دهنی پوشیده پیسته بیمغز اگر لب وا کند رسوا شود. برین از همو یک کمچه سواده که دارین برین همراه استفاده برین زندگیتون پیش برین. دخالت نکنین، وعده پروردگار است در بین ما و خودت که پروردگار برای ما و شما میگه که هر جایی که حق میبیا باطل، پلید، دروغ، رسوا چی میشوه؟ خونسا میشوه، بیکار کرده میشوه. آیت قرآن است. هی مردم شما شک دارین در آیت قرآن؟ شما در حرف پروردگار شک دارین که آمده این من معلمه هستم، من فرزند تربیه میکنم، من ملت تربیه میکنم، من نسل تربیه میکنم. خاک خنک تربیه میکنی، غلام تربیه میکنی، مهاجر تربیه میکنی، یک ملت بدبخت میکنی. شما دیگه چی تربیه میکنین؟ معلمی تاریخش نمیدونه، معلمی زبانش ایدی خودش نمیدونه، معلمش نمیدونه، معلمی حقوقش نمیدونه. این ملت تربیه میکنه. اینا مکتب و معارف، وظیفه و علم، تکنیک و تکنولوژیا با تشبوس و زحمت های اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم جنابی آقای حکومت دیگه. گیجا میبروی اپا، گیجا میبروین. آخری کارتون شرمندگی است. با همون خاطر من میگم که اینجا وعده پروردگار است، وعده خداوند است که میگه که ای مردم هر جایی که حق میبیا باطل از بین میروه، حق پیروز و کامیاب میشود. حکومت رحمانوف سرتاپا دروغ است. اگر دروغ نباشه در 20 روزی جنگ آمده است، مردم لوبیای 2 سال پیش تبلیغ داره که 2 سال دیگه من گفتم شما لوبیا جمع بکنی. یک حکومت به ضعیفی رفته است، به ناتوانی رفته است، بدبخت شده است، دیده است که مردم داد گفته است در جشن نوروز برآمده است میگه لوبیای 2 سال پیشتون رو بریم بخرید. امنیت آذوقه‌واری دعوت میکرد. 7 سال اومد سر ملت امنیت آذوقه‌واری، 7 سال دیگه گذشت اومد امنیت الکترونی، اقتصادی انرژتیکی، 7 سال دیگه اومد نمیدونم کشوری اگر صنعتی. یگام چه انجام نداد. در 20 روز جنگی یک کشوری وابسته آمدش به زمین زده است. تویی که در قبلا در سفرهاش نقل میکرد همون را برای مردم دوباره لوبیا جمع بکنه، جواری مکه جمع بکنه، مکدونی جمع بکنه بخرید. ما باشم میگم نسل تربیت میکنم. این همین قصه شما خیلی. ای خدا چی بگم شما را؟ چی بگم؟ خب دوستای عزیز، من نمیدونم چرا لایک های شما خیلی کم است. واقعا لایک ها رایگان است برادرها. کسی نمیبینه برادرها، کسی نمیشنوه. ما پول طلب نمیکنم از لایک های شما. همین یک تگمه است یوتیوب است میجخین. اگر براتون اونقدر دشوار است تاجیکستان راه کی هستین، همون صفحه یوتیوب تون یک بار اودلیت بکنید کلا بریم بخیر. نه لایک شما رو میبینن، نه کامنت شما رو میبینن، نه نمیدونم هر چیزی که شما در اینجا گذاشتین نمیبینن. اگر منظورتون ترس است از لایک موندن، هیچ کس شما رو پیدا نمیکنه. ای مردم یک بار خدمات علاقه نظر کنین و رئیس و معاون و همون سازنده های بخش نگاه کنین، بعد خلاصه برارین که آیا از همین لایک من خدمات علاقه و دیگر بخش ها امنیتی ما که من اگر نوارهایی برم شرمنده میشم براشون رو نمیبرم. آخه از اونا دیده یک نمیدونم چی بگم. و خاطر دوستو خواهش میکنم برای بالا رفتن برنامه، برای گوش کردن ما مردم، برای پیغام رو برای مردم رسوندن، مردم بدونه که این همی فرزنداشونه این همی درس میتین. این آموزگار، این ای آموزگار است، فرزندش درس میتین.